بسم الله الرحمن الرحیم. تذکر بنده به آقای رئیس جمهور جناب آقای روحانی، میخواهم طعنه‌های طنزآمیز اما آمیخته با درد و محنت مردم مظلوم و محروم خوزستان رو که در اثر وقوع پدیده گرد و غبار که غلظت بالای 60% بیشتر از حد مجاز بوده را به سمع شما برسانم. گرد و غبار در خوزستان به قدری حاصلخیز است که میتوان در هوای آن درخت کاشت و کشاورزی کرد. یا موجودات زنده سه دستند: دسته اول دارای شش، دسته دوم آبشش و برخی دیگر دارای خاکشش مثل ما مردم خوزستان. یا مردم خوزستان به جای برفبازی خاکبازی میکنن. آقای رئیس جمهور، طنزهای موجود واقعیت تلخ امروز مردم خوزستان است که در اوج ناچاری ناشی از آلودگی و ازدحام بیمارستان‌های استان نثار مسئولین و متولیان امر نمودند. واقعیتی که مرکب از بیکاری، بی‌آبی و حالا نیز پدیده گرد و غبار است. امروز می‌خواهم ندای مظلومیت، بیکاری، فقر، تبعیض و ویرانی را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خوزستان را فریاد کنم. امروز می‌خواهم بگویم که دیدگان حسرت‌آمیز این مردم با گرد و غبار آمیخته و اشک‌های گلالود آنها بر بی‌آبی کارون و انتقال آن گریان است. این ماسک‌های خاکی واقعیت امروز و دردهای دیروز خوزستان است. خاکی که آلوده به مواد شیمیایی، میکروبی و یادگاری دفاع جانانه است که حالا با تبعیض در آمیخته و بیکاری جوانانش را فریاد می کند. جناب آقای رئیس جمهور، در این که پدیده گرد و غبار امروز فرااستانی و مرزی است شکی نیست، ولی تا به کی به استناد منطق بهانه‌ای سکوت اختیار کرده و اقدامی نمی شود؟ تا به کی شاهد بیماری های تنفسی، ریوی و سرطان های ناشی از این پدیده باشیم؟ والله مردم خوزستان زنده‌اند و حق حیات دارند. چرا کسی به سکوت بلند و پرمعنایشان توجهی نمی کند؟ آقای رئیس جمهور، به خاطر مردان از نفس افتاده و دستار رنجور از رنجش زمانه پدر و مادرانی که شاهد تلف شدن کودکانشان بر اثر فقر و مشکلات تنفسی بر دستان خود هستند، به اشک مادرانی که بر پیکر دلیرانی همچون جهان‌آرا، بهروز مرادی، هاشمی، بهنام محمدی و موسوی ها گریستند، شما را قسم میدهم فکری برای خوزستان و مردم محروم و مظلوم آن کنید و تبعیض فاحش پیش آمده را از میان بردارید. متشکرم از جناب آقای سامری.